سلام تماشابینان عزیز. خلاصه خبرهای مهم سهشنبه ششم ایول تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز در این برنامه. گمانبر قتل وحشیانه رفیده 8 ساله دستگیر شد. فرمان امامعلی رحمان 20,000 سرباز احتیاطی را به مرز سفربر کنید. حمله های طالبان سبب برکناری گنرال تاجیک شد. خوشدامان امامعلی رحمان را در چپایف به خاک سپریدند. تغییرات کادری، تعیین داماد پرزیدنت به مقام سفیر تاجیکستان در ترکیه. وزارت مرگ 5 نفر را از کرونا ویروس تصدیق کرد. در یک روز در تاجیکستان جسد 5 کودک و نورس را از آب بیرون کشیدند. درگذشت مادر افضل شاه شادی، دلیر نظروف دچار کرونا ویروس شده است. 9 سال حکم یک جوان تاجیک برای فروختن 64 گرم هیروئین در ولایت کفکاز. در بختر 25,000 دلار یک زاده کون بادام را دزدیدند. و اکنون تفصیلات خبرها. کارمندان شعبه دوم ریاست کوفتوکوف جنایتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صبح ششم ایول گمانبر اساسی در قتل وحشیانه رفیده عنایتوف 8 ساله را معین و دستگیر کردند. این کودک روز 4 ایول از نزد خانه‌شان در شهرک نوآباد در ناحیه رودکی گم شد و جسدش را روز 5 ایول پیدا کردند. مقامات رسما درباره این پرونده تا کنون شرح ندادند، ولی عمه کودک کشته شده سیده عنایتوف که قبلا اعلان گم شدن و سپس یافتن جسد رفیده را در فیسبوک نشر کرده بود، این بار در یک مطلب پرسوز که از نام رفیده نوشته است خبر داد که در قتل این کودک همسایه آنها رحمت الله که رفیده با کودکانش دوگانه بود و همراه بازی میکرد گمانبر میشود. سیده عنایتوف غمزده می نویسد که رحمت الله روز 4 ایول رفیده را برای فریب به منزل خود برده به ناموسش دست درازی کرده است و سپس او را کشته جسدش را پاره پاره کرده است و در چند خلطه علاهده تقسیم کرده در حاجتخانه پرتافته است. سیده عنایتوف می نویسد که در تازه کردن این جنایت وحشیانه به رحمت الله مادرش کمک کرده است و او از جمله اسوای خون را در فرش درآمدگاه بنا و داخل خانه‌شان تازه شسته، سپس نزدیکان رفیده و نمایندگان مقامات را به خانه‌شان دعوت کرده نشان داده است که رفیده اینجا نیست و این در حال بوده است که به نوشته سیده عنایتوف پاره‌های جسد رفیده در درون خلطه‌ها هنوز در این خانه پنهان کرده شده بود. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 5 ایول در تماس‌های تلفنی با رهبران روسیه، ازبکستان و قزاقستان و همچنین در جلسه شورای امنیت وضع مرکب شده در افغانستان را بررسی کرده در جلسه شورای امنیت به وزیر مدافع شیرعلی میرزا امر داده است که برای تحکیم حفاظت مرز با افغانستان 20,000 سرباز احتیاطی را سفربر کند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت روز 5 ایول در جلسه شورای امنیت که تحت ریاست امامعلی رحمان دایر شد در رابطه با مرکب گشتن وضع در سرحد تاجیکستان با افغانستان، مسئله تأمین امنیت در منطقه های نزد سرحدی و اندیشیدن چاره ها برای تقویت حفظ سرحد دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. وابسته به وضع در سرحد دولتی، فرمانده قشون‌های سرحدی رجبعلی رحمانعلی و وزیر کارهای داخلی رحیمزاده رمضان حسابات دادند. امامعلی رحمان به اعضای شورای امنیت جمهوری تاجیکستان، رهبران ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات سپارش داده است که با نظرداشت شدید گردیدن وضع سیاسی در منطقه های هممرز کشورهای همسایه افغانستان با تاجیکستان برای تأمین امنیت دولت و ملت در خط مرز چاره های مشخص اندیشند. او از جمله امر داده است که برای حفظ سرحد دولتی اقتدار محافظتی سرحد پرزور کرده شده به منطقه های ضروری قوه‌های علاوگی نظامی روانه گردد. امامعلی رحمان به وزیر مدافع دستور داد که جهت باز هم مستحکم کردن مرز با افغانستان 20,000 نفر نظامیان احتیاطی را سفربر نماید. امامعلی رحمان روز 5 ایول در موضوع وضع افغانستان
با پرزیدنت‌های روسیه، ازبکستان و قزاقستان گفتگوی تلفنی انجام داده است. زیر کنترل طالبان قرار گرفتن دست کم 910 کیلومتر از 1370 کیلومتر مرز تاجیکستان و افغانستان به قلمرو تاجیکستان فرار کردن بیش از 1500 نظامی افغان به نگرانی های کشورهای اسنگ در مورد امنیت مرزهای تاجیکستان افزوده است. از جمله در صحبت تلفنی با ولادیمیر پوتین بنا به گزارش خدمات مطبوعات امامعلی رحمان دو رهبر وضع کنونی تشویش آور در ولایت‌های شمالی و شمال شرقی افغانستان را که با تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی همسرحد میباشند محاکمه کرده ذکر کردند که سرحد تاجیکستان و افغانستان از جهت تأمین امنیت مرزهای جنوبی اودیکبه و تمام اسنگ اهمیت استراتژیکی دارد. در رابطه با این مسئله‌های تقویت حفظ سرحد تاجیکستان و افغانستان اینچنین رسانیدن یاری مادی و تکنیکی و کمک به نیروهای مرزبانی تاجیکستان نیز بررسی شده است. یک روز قبل دبیر کل اودیکبه استانیسلاو زایتس نیز خواستار ارائه کمک‌های عاجل برای حمایت مرزهای تاجیکستان در پیشروی بد شدن وضع در افغانستان شده بود. صبح 5 ایول نیروهای مرزبانی تاجیکستان خبر دادند که در پی به دست طالبان افتادن چند ناحیه با تاجیکستان هم مرز ولایت بدخشان افغانستان 1037 حربی افغان به حمله طالبان تاب نآورده به قلمرو تاجیکستان فرار کردند. در نیم ماه آخر الکی بیش از 1500 نفر از نظامی‌های افغان به قلمرو تاجیکستان عقب نشینی کردند. روز 4 ایول مسئله به تاجیکستان عقب نشستن حربیان افغان را امامعلی رحمان در یک تماس تلفنی با پرزیدنت افغانستان اشرف غنی نیز در میان گذاشته بود. پیشرفت‌های اخیر طالبان نگرانی‌های را به بار آورده است که حکومت کنونی افغانستان می‌تواند بعد خروج تکیه‌گاه اساسیش نیروهای ائتلاف بین الملل سقوط کند. تاجیکستان با افغانستان 1370 کیلومتر مرز مستقیم دارد که روی مجرای امودریا و پنج می‌گذرد. حمایت اکثر مناطق این مرز به دلیل ریلیف مرکب کوهستانیش خیلی مشکل است. یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان با تشکیل یک جلسه ویژه از وضع در افغانستان اظهار نگرانی کرده و گفت باید برای قبول دست کم 10,000 گریزه از بدخشان افغانستان تیاری بینند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 5 ایول عبداللهزاده نورالله حامید را به سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اوید بر رزویدکا آزاد کرد. مقامات سبب برکناری عبداللهزاده را که از ماه نوامبر سال 2017 بیش از 3.5 سال باز روبری بخش جاسوسی قشون‌های مرزبانی تاجیکستان را بر عهده داشت تا حال شرح ندادند. ولی تلگرام کانال واین ابازریواتل که مسائل حربی را پیگیری میکند میگوید عبداللهزاده برای درست پیشبینی نکردن سمت و سوی تحول وضع در افغانستان همسایه و ناآمادگی به وضعیتی که در مرز تاجیکستان با افغانستان به عمل آمد برکنار کرده شده است. معلوم شد که نورالله عبداللهزاده مسئولیت تامین امنیت در مرز با افغانستان را در قسمت ولایت ختلان که با ولایت قندوز هم مرز است و ولایت مختار کوهستان بدخشان را بر عهده داشت، یعنی همان جایهایی که در چند روز اخیر بیش از 1300 تن از حربیان افغان به قلمرو تاجیکستان گذاشتند و این را بسیاری‌ها همچون رخنه کردن سرحد مانیداد کردند. چاره‌های اندیشیده شده در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان بی‌ثمری خود را نشان دادند. قسمت مرز با قندوز باشد فقط در روی کاغذ به مرز شباهت دارد، ادعا میکند واین ابازریواتل. مقامات رسمی دوشنبه این ادعا درباره پیشرفت‌های اخیر طالبان همچون سبب برکناری سردار بخش رزویدک قشون‌های مرزبانی تاجیکستان را هنوز شرح ندادند. ولی برکناری نورالله عبداللهزاده بلافاصله بعد بررسی وضع شمال افغانستان در جلسه شورای امنیت صورت گرفت. مرز تاجیکستان با افغانستان مرز جنوبی اسنگ و اودیکبه نیز به شمار می رود و تحولات اخیر در این مرز کشورهای دیگر شوروی سابق را سخت نگران کرده است. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با خبرگزاری روسی
ریا نووستی اظهار داشت که آنها علاکه بیش از 70% مرز با تاجیکستان را زیر نظارت خود درآوردند و می توانند قلمرو باز هم بیشتر را تصرف کنند. اطمینان خاطر داد که طالبان به قصد ایجاد مشکل در مرز با تاجیکستان به تعبیر سخنگوی طالبان دوست را ندارد. ما تصدیق میکنیم که حتی بیش از 70% مرز با تاجیکستان را تصرف کردیم. مناسبت های ما با کشور دوستمون تاجیکستان خیلی خوب خواهد شد. در مرزها امنیت برقرار میگردد و هیچ نوع دخالت رخ نخواهد داد، گفته است سخنگوی طالبان. خوشدامن امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان صبح 6 ایول در جماعت نوروز نویه جلالالدین بلخی به خاک سپرده شد. به گفته شاهدان در مراسم نماز جنازه او که ساعت 7:03 در مسجد چپایف دایر شد، حدود 7000 نفر اشتراک داشته جنازه را سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان امامتی کرده است و تکبیر را مولوی سعدالدین خوانده است. مفتی در سخنرانیش یادآوری شده است که سال 2011 ازبکبی اسداللهیو سفر حج کرده بود و در مکه و مدینه هر کجایی که او را میدید همیشه دست به دعا بود. شاهدان میگویند در نماز جنازه روحانیان معروف چون ایشان سیدجان، مولوی سعدالدین، ایشان مقتدی با برادرش ایشان کامل خوجه اشتراک داشتند و مفتی به نشان احترام ایشان سیدجان را که بعد خونریزی مغزی هنوز از مریضی درست به پا نخسته است به صف اول نمازگزاران دعوت کرده است. شاهدان میگویند حاجی رحمت الله پسر کلانی ازبکبی اسدالله و پسر دیگری او حسن عبدالله زاده رئیس آریان بانک و همچنین اسماعیل محمد زایر ابیرش را در مراسم نماز جنازه در مسجد دیدند. یک هم صحبت بامداد گفت به شنید آنها شهردار دوشنبه رستم امامعلی نیز برای ودا با بیبیش به چپایف آمده است ولی او در مسجد نبود. ظاهرا در خانه تقویش حاجی رحمت الله که در پهلوی مسجد است مانده است. بعد ادای نماز جنازه به سبب خیلی زیاد بودن شماره اشتراک کنندگان راههای کلخوزآباد باختر حدود نیم ساعت بسته شده است. فقط از تویوتا پرادو یگان 300 ماشین بود. کوچه ها نبرد اینقدر ماشین را و بسیاریش را در حدود بازاری که امروز کار نمیکرد گذاشته بودند، نقل کرد یکی از شاهدان در صحبت با پایگاه خبری بامداد. به گفته شاهدان تابوت را بعد نماز جنازه با ماشین یاری تعجیلی تا آرامگاه بردند. ازبکبی اسدالله را در آرامگاه چپایف که پسر او حسن اسدالله زاده چند وقت پیش ترمیمش کرده بود در پهلوی پدپلکوونیک شمسالله عبداللهیف دادر اسمت عبداللهیف رئیس فرودگاه دوشنبه که سال گذشته قربانی کرونا ویروس شد به خاک سپاریدند. ازبکبی اسدالله و خوشدامن امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان شام 5 ایول در سن 88 از عالم چشم پوشید. او یک هفته آخر در پژوهشگاه گاسترانترولوژی معروف به کلینیک منصورف در دوشنبه تحت طبابت قرار داشت. ساکنان جماعت نوروز در نویه بلخی خبر دادند که جنازه خوشدامن پرزیدنت را علاکه شام 4 ایول از دوشنبه اینجا برای دفن آوردند. ازبکبی اسدالله و در چپایف در خانه پسر کلونیش حاجی رحمت الله سعدالله زندگی میکرد. در چپایف از ازبکبی اسدالله و به عنوان یک زن خیلی مهربان و با همه یک توصیف میکنند و میگویند که او هیچگاه از پشت مقام و نفوذ بلند فرزندانش یا از پرزیدنت بودن دامادش کتگی نمیکرد و با خرد و بزرگ مناسبت یکسان و با احترام داشت. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 5 ایون یک سلسله تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله دامادش اشرف جان گلوف را سفیر نو تاجیکستان در ترکیه تعیین کرد. گلوف در این مقام محمد علی رجبیان را که به نفقه برآمد عوض کرد. اشرف جان گلوف که چندین سال کنسول گنرالی تاجیکستان در روسیه بود و اخیراً در دستگاه مرکزی وزارت خارجه تاجیکستان کار میکرد، شوهر پروینه رحمانووا دختر چهارم پرزیدنت است. پروینه رحمانووا در وزارت تندرستی راهبری یکی از ریاست‌ها را در دست دارد. امامعلی رحمان همچنین عبدالله زاده نورالله حامد را با سبب به کار دیگر گذاشتن
از وظیفه معاون فرمانده قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان اوید بر روزویدکا آزاد کرده احمدزاده مظفر رجب را از وظیفه معاون یکم دیرکتور اگنتی نظارت دولتی مولیوی و مبارزه با کروپسیا برکنار و معاون عادی در این نهاد تعیین کرد. ولی سفرزاده سوراب که تا کنون معاون عادی بود معاون یکم رهبری اگنتی تعیین شده است. همین طور با فرمانهای پرزیدنت سید شاهزاده جمشید سفرعلی نیز با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون دیرکتور اگنتی ضد کروپسیا آزاد کرده شده. طلبکزاده سلیمان طلبک معاون تعیین شده است به جای سید ولیزاده رجبعلی که شب 28 و 29 ایون از کرونا ویروس وفات کرد. امام علی رحمان با امر خود سعداللهزاده سوراب فیضعلی را دیرکتور نو ایرکسیا اوید به ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرد. سعداللهزاده تا امروز سردار ریاست اکسپرتیز دولتی غیر اداروی لایحه‌های ساختمانی کمیته معمار و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بود. همین طور روز 5 ایول با قرارهای حکومت دوستزاده دلاورشاه سید محمد از وظیفه دیرکتور اگنتی او با هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فیضعلی زاده نظرعلی با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه معاون یکم دیرکتور اگنتی سهولت‌های اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شده. امیرزاده عبدالخالق امیر معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان، سفرزاده دولت شریف معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و قربانزاده عبدالله حبیب الله دیرکتور اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شدند. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 5 ایول خبر داد که در یک شبانه روز آخر در جمهوری 26 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس و متاسفانه باز 2 حالت مرگ از این بیماری ثبت شده است. از اول ماه ایول این وزارت الکی مرگ 5 نفر از کرونا ویروس را تصدیق کرده است. در مطبوعات تا امروز رویخط حدود 19 نفر نشر شده است که با علامت‌های کرونا ویروس یا التهاب شش وفات کردند. التهاب شش دیاگنوزی بود که مقامات تاجیکستان تا تصدیق رسمی موج نو کرونا ویروس معمولا از آن استفاده می بردند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. مهبانو رحمانووا مادر آوازخوان شناخته تاجیک هنرپیشه خلقی تاجیکستان افضلشاه شادی در سن 84 از عالم چشم پوشید. مراسم نماز جنازه مرحوم روز 6 ایول ساعت 14 در دهه غسر جماعت به نام لایق شیرعلی در کنار شهر پنجکین برگزار می شود. به گفته نزدیکانش مادر افضلشاه بیماری جدی نداشت، به علت سن و سال وفات کرده است. با پای خود میگشت ولی صبح 6 ایول بندگی را به جا آوردند. گفت یکی از نزدیکان این خانواده. افضلشاه شادی سال 1962 در پنجکین به دنیا آمده. سال 1983 دانشکده صنعت به نام میرزا ترسنزاده را ختم کرده است. افضلشاه شادی قریب تمام عمر در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف کار کرده. چند سال رهبری آن را نیز به عهده داشت. او سال 1989 سزاوار جایزه کمسمول تاجیکستان، سال 1993 صاحب عنوان هنرپیشه شایسته و سال 2008 سزاوار عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان شد. سال 2000 جایزه موسیقی عراق سمیرمیده را به دست آورده است. دلیر نظروف خوشنامترین ستاره استرادا و موسیقی تاجیک هفته گذشته دچار کرونا ویروس شده است و حالا در دوشنبه در خانه طبابت میگیرد. این خبر را به پایگاه خبری بامداد پسر او آوازخوان و مطرب ابرار نظروف، همچنین پرویز نظروف و یک نماینده دیگر برجسته سلاله نظروف ها از المتا تصدیق کردند. ابرار نظروف گفت شکر خدا احوالش حالا خیلی خوبتر شده است. دلیر نظروف در روزهای آخر به خوجند و بدخشان سفر داشته است ولی معلوم نیست که ویروس او را در کجا گرفتار کرده است. ولی نزدیکان او همه را اطمینان خاطر میدهند که وضع دلیر نظروف رو به بهبود آورده است و جای برای نگرانی نیست. دلیر نظروف
8 سپتامبر سال 1959 به دنیا آمده است. پدر او مهربان نظروف در زمان شوروی وزیر فرهنگ تاجیکستان بود. دلیر نظروف از آغاز سالهای 80 عصر گذشته اینک 40 سال باز یکی از آوازخوان‌های از همه پرطرفدار در تاجیکستان به شمار می رود. دلیر نظروف سرود زیاد نمی نویسد ولی هر چیزی که او می آفرد شاهکار است. ای پری اگر آن ترک شیرازی چکچک باران مستم مستم نیکی بماند جاودان رودکی بیایید. این تنها یک رویخط ناپوره ترانه های شاهکار دلیر نظروف است که هر کدامش مثل تاج در خزینه تلدوی موسیقی معاصر تاجیک می درخشند. دوستان بیایید یک جایه برای شفای کامل مایسترو دعا کنیم. دادگاه در جمهوری اسیت شمالی روسیه یک شهروند 25 ساله تاجیکستان را بر اساس قسم 4 ماده 228 کودکس جنایتی روسیه در کوشش فروش مقدار بزرگ مواد مخدر گناهکار شناخته به 9 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. در این باره روز 6 ایول پروکراتور اسیت شمالی خبر داد. بنا به فرضیه دادگاه و دادستانی نویه پرمیشلینی شهر ولادیکاوکاز جوان تاجیک ماه اکتبر سال 2020 با یک نفر شخصیتش برای تفتیشات نامعلوم مصلحت کرده. بر اساس آن مصلحت با اتوبوس مسکو ولادیکاوکاز به اسیت شمالی هروئین آورده است. او سپس با مقصد فروش این مواد مخدر را در 5 مخفیگاه پنهان کرده میخواست سراغهایشان را به شریک خود بدهد ولی دستگیر شد. وزن مواد مخدر از این مخفیگاه ها یافت شده 64 گرم را تشکیل داده است. شخصیت شریک این قاچاقبر تاجیکستانی را تا حال معاین نکردند و پرونده او در دست تفتیشات باقی مانده علاهده تفتیش و بررسی باید شود. حالا در روسیه تقریبا 8000 شهروند تاجیکستان در بازداشت یا زندان قرار دارند. تقریبا 30% آنها بنا به حسابها با جرم قاچاق فروش مواد مخدر و جنایت‌های مربوط به مواد مخدر پشت پنجره افتادند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که تنها در یک روز 4 ایول از کل دریاهای تاجیکستان جسد 5 نفر غرق شده را بیرون کشیدند. همه آنها جوان بوده از 7 تا 18 سال سن داشتند. بنا به حسابها از اول سال در کل دریاهای تاجیکستان الکی بیش از 50 نفر غرق شدند. تقریبا نصف این غرق شده ها را نابالغان تشکیل می‌دهند. از جمله روز 4 ایول یک کودک 11 ساله از دهه شریفی جماعت اکرم اسنوف نویه شهر نو هنگام شناوری در دریای قرطاق غرق شد. نجات بخشان همراه اهالی جسد او را ساعت 11:50 از ساحل دریا پیدا کرده به نزدیکانش سپردند. دخترچه 7 ساله از دهه ادیر جماعت رحمانی شهر ترسونزاده با سبب‌های نامعلوم در کانال زرکمر غرق شده است. جسد او را در مسافه 2.5 کیلومتر از جای حادثه پایین‌تر پیدا کرده و به پیوندانش سپردند. بعد از ظهر 4 ایول یک دختر نابالغ دیگر از دهه سخاوت نویه رودکی هنگام شناوری در کانال کوکتاش از بی احتیاطی غرق شده است. امدادگران مرکز نجات جسد او را از ساحل کانال پیدا کردند. باز هم بعد ظهور 4 ایول در داخل سربند نیروگاه ورزاب جسد یک زن روی آب برآمده است. جسد را ساعت 18:30 بیرون کشیدند. بعد از تشخیص معلوم گردید که او یک ساکن 18 ساله دهه کولپسته نویه رودکی بوده است. سبب مرگ او معلوم نیست. مقامات حفظ حقوق در این رابطه پرونده باز کردند و تفتیشات ادامه دارد. یک جوان 17 ساله ساکن کوچه فردوسی شهر دوشنبه روز 3 ایول تخمینا ساعت 15:30 هنگام آببازی در دریای کوفرنهان غرق شد. جسد او را روز پس 500 متر پایین‌تر از مکان حادثه پیدا کرده به مقامات سپردند. همچنین جسد یک مرد تخمینا 40-50 ساله در کوچه به نام نظربیکوف شهر دوشنبه پیدا شده است. این مرد در نزدیکی یک گاراژ فوت دیده است و سبب مرگ وی نامعلوم است. با دعوت نوبتدار شعبه کارهای وزارت داخله نویه فردوسی گروه امدادگران به جای حادثه رسیدند و جسد مرد ناشناس را به کارمندان میلیتیا سپردند. مرد 46 ساله ساکن شهر باختر
با آن گمان برمی شود که سانحه دوم به 3 ایول سال 2021 بوروی پنهانی به خانه استقامتی مرد 43 ساله زاده کونه بودم موقتا استقامت کننده شهر بختر در آمده از آنجا $25,000 و 3,000 روبل روسی را دزدیده است. دو جوان 18 ساله ساکنان جماعت بهار شهر وحدت به آن گمان برمی شوند که سانحه 3 ایول بوروی پنهانی وارد کارخانه تخنه اینوست واقع در جماعت بهار شده از آنجا 33 متر ناقل برقی را دزدیدند. ضرر رسانیده شده 5,940 سامانی را تشکیل می دهد. مرد 34 ساله ساکن پایتخت به آن گمان برمی شود که روز 3 ایول بوروی پنهانی وارد خانه استقامتی خواهر خودش زن 37 ساله ساکن نویه سینا شده از آنجا 22,000 سامانی را دزدیده است. جوان 25 ساله ساکن نویه فیض‌آباد به آن گمان برمی شود که 26 ینور سال 2021 بوروی فریب به باوری مرد 31 ساله ساکن امین نویه در آمده از او 139,000 سامانی را گرفته وعده داده است که از زمین‌های خوجگی دیخونیش قطعه زمین نزد اولگی جدا کرده می دهد، اما آن کار افتاده را فریب داده مبلغ‌های گرفته‌اش را به منفعت شخصی صرف نموده است. زن 52 ساله ساکن نویه اسماعیل سامانی به آن گمان برمی شود که از ماه فوریه سال 2018 تا ماه مای سال 2020 بوروی فریب به باوری زن 49 ساله ساکن پایتخت در آمده از او به مبلغ 50,000 سامانی جواهرات گوناگون طلایی را گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال برنگردانیده است. وزارت کارهای داخله گفت همین زن با همین راه به باوری زن 57 ساله ساکن جماعت زینب آباد نویه رودکی در آمده میانه های سال 2020 او به مبلغ 43,000 سامانی جواهرات گوناگون طلایی را گرفته نیز وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال برنگردانیده است. مرد 59 ساله ساکن پایتخت به آن گمان برمی شود که هنوز سال 2007 بوروی فریب به باوری یک شهروند جمهوری اسلامی ایران در آمده از او یک عدد افت-ماشین تمغه تویوتا را به مبلغ $4,500 نرخ کرده گرفته، ولی از این مبلغ تنها $600 را داده $3,900 دیگر را تا حال برنگردانیده است. بر علاوه سال 2011 او باز $25,000 گرفته این پول را هم دیگر برنگردانیده است. مرد 32 ساله ساکن جماعت دهات زینب آباد نویه رودکی که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با جرم دزدی سود شده است، این دفعه به آن گمان برمی شود که ماه دکامبر سال 2020 در محله کلین شهر دوشنبه بوروی فریب به باوری ساکن 43 ساله جماعت سامان شهر ایسار در آمده از او 57,000 سامانی را گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه برمیگرداند، اما مبلغ‌های گرفته‌اش را به منفعت شخصی صرف نموده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم روز 6 ایول تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری کنید: www.bomdod.com. خوش باشید.